دوستان این پیچاشو شل کردم که تایم ویدیو زیاد نشه. موتور روتوری 30,000 و نسوخته. ما هم هرچی شکل هم بهش دادیم، خازن بیشتر، خازن هارد استار تو مدار نیومد که نیومد دیگه. آدم امروز کم سرم خلوت رو گفتم بشکافمش، خالی از لطف نیست، هم برای خودم درستش کنم، همینم که شما هم ببینید توش چطوریه. کسب تجربه بشه برای دوستانی که تازه اومدن تو این حرفه. خب الان نگاه کنید، این کلا جام کرده، نمیچرخه، باید این تیغه بره جلو عقب. اینم روتوره، باید بچرخه. حالا من الان درش میارم، ببینید این موتور سوخته بوده، بعد این موتور رو عوض کردن. این موتور هم دوباره سوخته، یعنی سیک رو نشسته بودم. میخوام ببینیم که الان توی این چیه. نگاه کنید، اینا همه اون جرمی بوده که مال کمپرسور قبل بوده که نشستن. کمپرسورم عوض کردن، سیک رو نشستن، اومده اینجا و گیر کرده. یعنی 2 تا موتور تا الان عوض کردن. حالا ما اینو آزاد کنیم، یکم باش بازی کنید، در میاد این تیره عقب جلو میره.